در دنیای امروز انسان‌ها برای رسیدن به اهداف خود از تمام توان ذهنی خود و استعدادهایشان استفاده می‌کنند و تلاش می‌کنند تا بهترین تجربیات و احساسات را به صورت متفاوت و منحصر به فرد تجربه کنند و با یادگیری مهارت‌های جدید محدودیت‌های خود را پشت سر می‌گذارند و به سوی آینده‌ای روشن‌تر حرکت می‌کنند تا به درک عمیق‌تری از خود و دنیای پیرامونشان برسند. امروزه افراد بیشترین زمان را در شبکات اجتماعی سپری می‌کنند و با کنجکاوی بسیار بالا اتفاقات مختلف را دنبال می‌کنند. این کنجکاوی‌های اینترنتی یک ایده و تفکر در ناخودآگاه ذهن افراد تشکیل می‌دهد و سوالات و پرسش‌های زیادی در ذهن افراد به وجود می‌آورد و می‌تواند باورها و دیدگاه‌های افراد را در مورد مسائل مختلف تغییر بدهد. ذهن انسان اگر یک مفهوم خاص و جدید را به شکلی ساده و شفاف دریافت کند و طرز فکر خود را بر اساس آن مفهوم شکل دهد، به سختی می‌تواند این طرز تفکر را تغییر بدهد. به همین دلیل رسانه‌ها برای تأثیرگذاری بر ذهن مخاطب ایده‌ها و تفکرات خود را به شکل فیلم و سریال جذاب تبدیل می‌کنند و باورهای خاصی را در جامعه ترویج می‌دهند که قدرت تفکر و تشخیص درک مسائل را برای افراد دشوار می‌کند و ذهن افراد جامعه را دچار یک نوع سردرگمی بین واقعیت و حقیقت قرار می‌دهد. ذهن انسان‌ها به طور طبیعی تمایل دارد مفاهیم و مطالب جدید را به سرعت و در کمترین زمان حفظ کند و برای آن مفاهیم دلایل منطقی بیاورد. امروزه تفکرات و ایده های بیشتر افراد به وسیله ابزارهای تکنولوژی در حاشیه قرار گرفته و افراد به همین دلیل تفکرات و ایده های متفاوت و مستقل خود را کم ارزش می دانند. تفکرات اساسی و آینده نگری افراد جامعه امروزه به شدت در حال تغییر و نوسان هست، به نحوی که پایه‌های اخلاقی و اساسی ارزش‌های انسانی به یک مسئله سطحی و کم اهمیت بین افراد جامعه تبدیل شده. جامعه‌ای که در آن افراد نتوانند مسائل مختلف را به صورت عمیق و ریشه‌ای از جهات مختلف تحلیل کنند و برای حل کردن مسائل اساسی زندگی خود از روش‌های سطحی استفاده کنند و یک دیدگاه مشخص و برنامه ریزی شده برای خود نداشته باشند، این جامعه نمیتواند یک آینده نگری بر پایه پیشرفت و نوآوری بنیادی برای خود داشته باشد. مسائل و چالش‌های دنیای امروز پیچیده و چند وجهی هستند که برای تحلیل این مسائل باید این توانایی و شناخت لازم را داشته باشیم که از ابعاد مختلف مسائل را مورد بررسی قرار دهیم تا بتوانیم به یک راه حل دقیق و منطقی برسیم. در دنیای پیچیده امروز انسان‌ها با چالش‌هایی مانند تغییرات آب و هوا، نابرابری‌های اقتصادی، رشد سریع تکنولوژی‌ها و مسائل اجتماعی مواجه هستند. در چنین وضعیتی داشتن تفکر عمیق برای درک و مدیریت این تحولات به شدت احساس می شود.
تفکر عمیق و چند وجهی برای پاسخگویی درست بر پایه چارچوب‌های علمی اهمیت زیادی دارد. تفکر عمیق می‌تواند به ما این امکان را بدهد تا با تحلیل و اکتشاف در میان اقیانوسی از اطلاعات به جواب واقعی و منطقی دست پیدا کنیم. در جهان امروز ابزارهای تکنولوژی بیشترین تأثیر را در پیشرفت نسل بشر داشته‌اند. ابزارهای تکنولوژی بسیار هوشمند و جذاب و بسیار کاربردی هستند که انسان‌ها می‌توانند با استفاده از آنها فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و علمی خود را با سرعت به پیش ببرند و هر روزه اکتشافات جدیدی کشف کنند. این ابزارهای هوشمند همچنین می‌توانند تفکر انسان‌ها را در حالت منفعل و سطحی قرار دهند و روند پیشرفت انسان‌ها را معکوس کنند. این ابزارهای هوشمند می توانند تمام ابعاد زندگی انسانها را کنترل کنند و توانایی تفکر عمیق را به مرور از انسانها بگیرند. در دنیای پرشتاب امروز، اضطراب و استرس در بین افراد جامعه افزایش پیدا کرده. افراد امروزه با هزاران اطلاعات مختلف روبرو می شوند که پردازش عمیق این اطلاعات انسانها را در حالت استرس و اضطراب قرار می دهد. این استرس و اضطراب باعث می شود افراد دیگر تمایلی نداشته باشند تا زمان و انرژی خود را برای تحلیل و بررسی مسائل به صورت دقیق و عمیق اختصاص دهند. به همین دلیل افراد به جای استفاده از توانایی‌های فکری خود برای بررسی و حل مسائل، آسان‌ترین روش تفکر را استفاده می‌کنند و به راحتی با یک سرچ در اینترنت به پاسخ‌های ساده و سریع اتکا می‌کنند. این روند تفکر به مرور افراد را وارد مرحله‌ای از تفکر سطحی قرار می‌دهد که محتوا و اطلاعات ساده و بدون جزئیات را پیگیری کنند، مانند استفاده از محتوای شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌هایی که اطلاعات را به صورت ساده و سطحی و بسیار جذاب بیان می‌کنند، بدون اینکه ذهن مخاطب را به تفکر عمیق تحریک کنند. استفاده مداوم افراد از اطلاعات و محتوای سطحی و ساده در رسانه‌ها ذهن افراد را از تفکر عمیق بر روی مسائل پیچیده و با جزئیات دور می‌کند و همچنین باعث ترس از موضوعات پیچیده و عمیق می‌شود. این روند تفکر سطحی ذهن افراد جامعه را در حالت آرامش فرو می‌برد تا از کنجکاوی و تفکر عمیق دور شوند و به مرور دیدگاه‌های خود را با دیدگاه‌های جمعی در جامعه هماهنگ کنند و به نحوی تفکر خود را برده تفکر جمعی قرار دهد. افراد برای اینکه بتوانند یک تفکر عمیق داشته باشند، باید به دور از حواشی و سویگیری‌های ذهنی و تعصبات احساسی مسائل را بررسی کنند و تأثیرات اقتصادی، فرهنگی، تاریخی و یک آینده‌نگری بر پایه داده‌های علمی در تفکرات خود داشته باشند. یکی از ویژگی‌های اصلی تفکر عمیق طرح پرسش‌های دقیق به صورت شفاف هست. این سوالات باید به نحوی پرسیده شوند تا به لایه‌های عمیق‌تر مسئله نفوذ کند تا اطلاعات و جزئیات پنهان مسئله را
آشکارتر کند. برای رسیدن به تفکر عمیق باید تمام تمرکز و توجه خود را بر روی مسائل مورد نظر قرار دهیم تا دچار سطحی نگری نشویم و جزئیات و نکات مهم موضوع را نادیده نگیریم. برای داشتن تفکر عمیق باید یک ذهن آماده و انعطاف پذیر داشته باشیم تا چنانچه با یک مسئله و موضوعی برخلاف دیدگاه‌هایمان روبرو شدیم بتوانیم مسائل را از زاویه‌های مختلف مورد بررسی قرار دهیم و بتوانیم توانایی تغییر باورها و عقاید خود را بدون تعصب داشته باشیم و با یک دیدگاه باز و علمی آنها را بپذیریم. افراد باید بتوانند نتیجه تصمیمات خود را در بلند مدت تحلیل کنند. خواندن کتاب‌ها و مقاله‌های مختلف در زمینه‌های مختلف، استفاده از منابع معتبر علمی، برنامه‌ریزی کردن فعالیت‌های روزانه، اختصاص دادن زمان مشخص برای تفکر و مدیتیشن در روز، شنیدن نظرات و دیدگاه‌های مختلف، یادگیری انواع دانش‌های مختلف و تحقیق در مورد انواع دستاوردهای علمی. این روش‌ها می‌تواند تفکر شما را سازماندهی کند و معایب و مزایای تفکر خود را بهتر شناسایی کنید و یک ذهن آرام و متمرکز و آماده داشته باشید. این روش تفکر به ما این امکان را می‌دهد که با تغییرات و چالش‌ها در آینده با ذهنیتی آماده و انعطاف پذیرتر مواجه شویم.